ببینید پتشخوارگر، خیلی ها میپرسن که اصلا یعنی چی؟ خیلی ها نمیتونن درست تلفظش کنن. این تنها و تنها به این دلیلی که کم شنیدیم ما این واژه تاریخی رو. من یک توضیحی عرض بکنم خدمت شما، یک توضیح کلی عرض بکنم در مورد ریشه این نام. پتشخوارگر، پتشهاری، پتشاری، فرشوازگر، تمام اشکال این اسم هستند و اشکال دیگه‌ای هم داره. ببینید شما از دوران پیش از تاریخ این نام رو باهاش مواجه میشید. در زمان آشوریان، در زمان اکدی‌ها، در زمان حکومت‌های میان رودان شما میبینید گزارش‌های تاریخی رو از سرزمین پتشهاری به تمام مناطق گیلان، مازندران، دیلمان، تالش و الی ماشاءالله اطلاق میشد. به معنی پشت کوه، سرزمین پشت کوه، ماورای کوه، همچین اسمهایی داره. یا شاید بشه خصوصا گفت پشت کوه خار که کوهی هست امروز در سمنان، و شاید بشه گفت هرگز جزء سرزمین لاینفک و فلات قطعی ایران نبوده و حاکمانش همیشه یا در استقلال کامل یا در استقلال نسبی از سرزمین ایران بودند و یا نهایتاً خراجگزار ایران بودند. این بوده کلیت سرزمین پتشخوارگر که نامش متاسفانه امروز به فراموشی سپرده شده و کمتر میشنویم. انسانی که در میان رودان زندگی میکرد و در حکومت‌های مثل آشور زندگی میکرد، در حکومت‌های مثل اکد زندگی میکرد و امثال هم، اینها از یک جای اومدن. از کجا اومدن؟ نزدیکترین احتمالی که داده میشه در عصر ما سرزمین‌های دیلمان و گیلان هستش. همونطوری که شما در آثاری مثل گیلگمش مطالعه میکنید، بهشت باستانی اینها، بهشت باستانی این مردم و جایی که خودشون رو متعلق به اونجا میدونند، جایی بین کوه و دریاست به نام دیلمون. و آنچه که شما مثلا در آثار باستانی تپه سیلک میبینید و این کوچ عظیم مردم کاسی از سرزمین‌های شمالی به زاگرس و از زاگرس به میان رودان بوده و حکومت‌های بعدی مثل هخامنشیان، مثل مادها، اینها همشون تحت تأثیر حکومت و نوع حکومتداری و نوع زیباشناسی و جهاننگری حکومت‌های پیشین و مردم پیشین مثل کاسی‌ها و مثل اقوام میان رودانی بودن. خب حالا که ما اومدیم اینها رو ریشه یابی کردیم، دیدیم به کجا برمیگردن، میتونیم این رفرنس های تاریخی رو در نظر بگیریم و احتمال کم و کوچیکی هم نیست. یعنی شما به این نتیجه خواهی رسید که کلیت گسترش حکومتداری، زیبایی شناسی، هنر، کشاورزی و امثال هم ریشه در سرزمین های شمالی تر داره. البته اینا حرفی در گوشی من. همون منشور کوروشی که شما اشاره فرمودید در موردش چرایی وجود داره. همون حکومت هخامنشیی که شما میفرمایید در موردش چرایی وجود داره. اصلا در مورد حضور و وجودش چرایی وجود داره با این عمق. بله. و اینه که میگن تاریخ نسبیه. اینی که میگن تاریخ رو باید اکتشاف کرد، نباید اکتفا کرد به آن چیز که به شما میگن. ببینید دوره هایی ما داشتیم توی تاریخ معاصر که اومدند و اتاق فکرهایی درست کردند و برای شما تاریخ نویسی کردند و شاید ما سالها فاصله داریم با اون اکتشاف حقیقی تاریخ و بدونیم که واقعا در اون زمان تاریخی چه اتفاقی گذشته، چه اتفاقی رخ داده. برای شما با در نظر گرفتن تاریخ خودشون تاریخ سازی کردن و این یه مقدار فعلا حرف خطرناکیه چون از طرف عوام پذیرفته نیست.